بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه درباره بازی صحبت کنم، خدا وکیلی آدم لذت میبره از فرهنگ غنی و اینکه تماشاگر عاشق 90 دقیقه تیم داماشو به این خوبی تشویق کرد و ورزشگاه کاملا پر بود از تماشاگر. آدم لذت میبره، به عنوان یه ایرانی لذت میبریم از فرهنگ غنی رشت و حمایت خیلی خوب تماشاگرها. یه نعمت هم برای فوتبال کشور و امیدوارم بهترین اتفاقات براشون بیفته و تیم‌های گیلانی حقشونه که بدون مشکلات در مسابقات حضور پیدا کنن. در رابطه با بازی امروزم یه بازی بسیار خوب، پربرخورد و بازی بود که فکر کنم تایم بالای بازی در جریان بود و دو تا تیم فوتبال خوبی رو انجام دادن. فقط گل کم داشت، هر دو تا تیم موقعیت داشتن و به نظر من تماشاگرایی که اومده بودن حالا فارغ از بحث نتیجه لذت بردن از فوتبالی که هر دو تا تیم ارائه دادن. جا داره داورام خسته نباشید بهشون بگم، خود آقای مرداد خسروی و آقای احمدی، آقای جبرائیلی کمکاشون داوری خوبی کردن و روزی بود که خود من خسته نشدم از بازی، چون بازی جذاب بود. هستم خدمتتون. خسته نباشین. من فکر می‌کنم اینو شما از داوری راضی باشین. نظر شما اینه که یه پنالتی به نفع داماش اول نگرفت داور. یه بحثیه. بحث دوم اینه که شما دیشب هتل قدوس بودین، برنامه چی شد؟ ناراضی بودین رفتین توی مسابقه بحث‌های خانوادگی بود. حالا یه ناهماهنگی‌هایی از سوی خودمون بود که در نهایت هتل پردیس رو ما انتخاب کردیم. داماشی اونجا. داماشی ما بودیم از شب قبلش. داماشیان مهمان نوازن از قدیم الایام. فرهنگ رشت فرهنگ غنیه و فرهنگی که تو کشورمون همیشه حرف داشته برای گفتن. اما فوتبال نخواستن با ما همکاری کنن در صورتی که هتل جا بود. خود مدیر هتل هم با آقای سهیل مهدی، آقای امیرحسین فرانی که تلفن صحبت کردن گفت ما جا داریم برای هر دو تا تیم و حتی مهمانای داماش هم جا داریم. اما حالا فوتبالی قبول نکردن. یه 3-4 ساعتیم رو اونم واسه خودمون بودیم، خودمون قبلش باید هماهنگی لازم انجام میدادیم و بحث هتلمون رو فراهم میکردیم که اونا هم استفاده کردن. فوتبال اجازه ندارن ما اونجا بمونیم. یه 3-4 ساعتی ما با مشکل برخوریم. در نهایت اول از همه تشکر میکنم از بحث مهمانسرای المپیک. قصدم توهین به این آقایون نیست، بالاخره ایشون پذیرای ما بودن، اما کاش بهتر، چون که شنیدم مال ورزش جوانانه، بیشتر امکانات بهتری به این مجموعه بدن، چون این مجموعه در کل تیم‌های پایه‌ای کشورمون، تیم‌های لیگ‌های پایین‌تر اونجا میان برای اسکان. شرایط مناسبی نبود، ان شاءالله که اونجا هم تجهیز بشه. اما روی بحث این ناهماهنگی که به وجود اومد، اعضای داماش فوتبالی خواستن حالا هر چیزی بحثش نکنیم، اما اینکه مدیر قبلی داماش آقای زحمتی زنگ زد، مزدخواهی کرد و 5-6 تا بچه‌های بزرگ رشت، فوتبالیستای بزرگ رشت زنگ زدن، دلجویی از ما کردن که نشان از فرهنگ غنی رشته و فدا سرشون. فوتبال بود. من اصلا دوستم نداشتم به این قضیه بپردازم. شما سوال کردید، پاسخگو سوالتون بودم. فوتبال دیگه. پنالتی داوری نبود. من پنالتی ندیدم. یه لحظه داشتم فکر می‌کردم کدوم صحنه رو شما میگید؟ نیمه اول. فکر کنم به آزاد جعفرزاده رو زد، همین بغل زد قشنگ. یه توپی بود که شوت زد رفت بیرون. اونو میگید؟ نه هاشمی و زاهد سوار با هم برخورد کردن نیمه اول. یه دونه که اون بود، حالا اون اینجا قشنگ آزاد سوار شد، بدون تو آزاد جعفرزاده زد بازیکن. حالا یه گذشته من خدایی‌ها اصلا نمیدونم کدوم صحنه رو میگی، ولی یه صحنه بود که شوت زدن رفت بیرون که بازیکن ما تایید زد. من فکر می‌کنم اونو میگی. نه فیلم بازی بابا من سوال دارم آقای اشکیش. تیمتون داشت فوتبال بازی می‌کرد نیمه دوم، سوار بازی هم بودی. دلیل اینکه گلرتون میافتاد میکرد چی بود؟ واقعا خیلی افتاد. نه صحبت من دفاع خدا وکیلی. خب من امروز دنبال 3 امتیاز بازی بودم. خب چرا گلر دقیقاً میافتاد؟ اصلا برخوردی نداشت. اینجا چه افتادی الکی؟ خدا امواتتو میاد. شما رو نمیگیم. اصلا من به چی گوش می‌کنم که شاید 10 دقیقه اونجا ما گلرمون 4 نفر شاید عرض می‌کنم خدمتتون.
ما بازی قبلی بازی دوستانه داشتیم با استقلال. سینا بختیاری از نای موج آسیب دیده بود. مقداد مالکی رو با کشال درد فرستادیم تو زمین. یعنی خود مقداد مالکی اگه دقت کرده باشید چند تا بازی قبلی گلر ما نبود، سینا بختیاری بود. یعنی آسیب دیده بود. امروز دیگه به ناچار که دیگه مچ پای سینا نداره اصلا دنبالی نبودیم. من دقایق آخر یه 5 چون که یادتون باشه یه مصونیت برای که بازیکن‌های داماش به وجود اومد که اگه دقت کردید داماش 5-6 دقیقه آخر 10 نفره شد. من داشتم داد میزدم میگفتم با 10 نفرن سرعت بدید به بازی. مطمئن باشید که نه گلرمون قصد اون صحنه‌ای که روی آزاد جعفرزاده خطا شد و افتاد شما به گلتون گفتید تو بیرون نظر بازی کنید. نه 3 دقیقه رو زمین افتاده بود نزدیک دوره. نه اشتباه برداشت نکن. حالا به توضیح میدم. داور اگه اون صحنه رو میگه که از نظر من فیلمش من فرستم براتون به درستی داور تشخیص داد. اگه اون صحنه یکی از اون صحنه‌ها آره خدا رو شکر پس اون صحنه ما که بعد شما گفتید به گلر بود بیرون نزن بازی کن. خود دیگه توضیح میدم براتون. شما وقتی که داور به درستی تشخیص داده پنالتی نیست، گلر من توپو بگیره و نگه داره، بازیکن حریف تو زمین افتاده و تماشاگرای عاشق فشار بیارن، داور رو سیپ می‌کنی و زیر فشار میبری. من به گلرمون گفتم توپو بلند بزن بیرون، بازی رو محوطه جریمه بیار به زمین حریف. اون برای چی دیگه می‌داری عقب؟ چرا داور رو زیر فشار میبری؟ اون بحث من نمی‌خواستم توضیح میدم بود یا نه بگم بره گل. اینکه گل شما بعد از هر ضربه‌ای که به سمت دروازه میفته نه بی‌انصافی نکن. نه واقعیت فیلمش هست. بازی زردم گرفت. حتی یه بار کارت زرد بازی امروز من بازی امروز دنبال 3 امتیاز بودم. بعد بیشترین موقعیتم خلق کردم. شما در نظر بگیرید من هیچ وقت کم کسری‌ها صحبت نمی‌کنم. من امروز آقای گل لیگ رضا رضایی 4 کارته بود. عباس عسکری بازیکنی که توی 3 تا بازی قبلی کمک کرده بود تیم امتیازات لازم کسب کنه مصدوم شده بود. عباس عامری نبود. چند تا بازیکنای خوبم نبودن. با این حال ما اومدیم فشار لازم رو جلو آوردیم، کارمون انجام دادیم. اگه بچه‌ها یه مقدار حرفه‌ای‌تر بودن یا دقت بیشتری می‌کردن، حالا اینا رو نباید بگم. ما اصلا من دم بچه‌هام گرم. جا داره اینجا صمیمانه از بچه‌هام تشکر کنم. خود من کمرم الان دلار راست نمیشه از جایی که دیشب خوابیدیم. و شما در نظر بگیرید ما رفتیم شیراز، از شیراز با اتوبوس 7 ساعت رفتیم جمع، از جمع 7 ساعت با اتوبوس اومدیم دوباره شیراز، دوباره پرواز کردیم اومدیم تهران، از تهران با اتوبوس تو طوفانی که پری شب بود 8 ساعت از تهران ما تو جاده بودیم تا رسیدیم 12 شب. خستگی‌های لازم بود اما دم بچه‌هام گرم. من جا داره یه خسته نباشیدی میشه بچه‌ها. این وضعیتی که میگی تو مسجد سلیمان هم حاکم تیمایی که میان باشون بازی کنن واقعا با دورن اهواز اندیم شهر هم جواد، یعنی واقعا این خیلی بده. با اینکه شهرتون فوتبال خیزه چطور یه هتل داریم؟ نداری؟ هتل دانشگاه داریم، از خیلی هتل‌ها اینجا بهتره. تا الان هر تیمی اومده اونجا تو شهر اطراف مونده. یه هتل دانشگاه آزاد داریم، هتل 3 ستاره است، هتل 5 ستاره نیست، ولی هتل 3 ستاره است و ما مردم و سلیمان از دیروبار به کل کشورمون خدمت کردیم. اگه ایشالله یه مقدار بیشتر بهمون توجه بشه، هتل 5 ستاره که هیچی، اگه بالاترش هم وجود داشته باشه میتونه تو مسلمان ساخته بشه ایشالله. یه هتل داریم کارا اولیه‌اش انجام شده، اسکلتی زده شده، هتل بسیار خوب الان توی منطقه‌ای که وجود داره، اما به حال خودش رها شده. از سال 93 طبق قانونی نمیدونم چیزی که بوده و شما درست میگید. حق مردم مسجد سلیمان اینه که یه هتل شیک درست، امیدوارم که مسئولین بیفتن دنبال کار این هتل تکمیلش کنن. ما خودمون دوست داریم از هموطنانمون توی شهرمون به بهترین شکل پذیرایی کنیم. این دیگه مقصرش ما سقوطتون همین موضوع بود. خیلی از تیم‌ها من میشنیدم. حالا امیدوارم که این هتلی که به خاطر این زیربناش سلیمان یه کاری کردن تیمتون بره پایین. حالا ان شاءالله که این یه هتل خوب داریم، زیربنای زده شده، حالا ان شاءالله با همت مسئولین شرکت نفت و مسئولین شهری هتلمون تکمیل بشه که شما دیگه سال امان کنید. آیا اشکش سوال ضمن خوش آمد خدمت از خدمتش هستم از فردای باران. یه سوالی که برام پیش اومد، من کنار زمین می‌دیدم از تا ویدیو. به نظر تحریک کننده بود تمام رفتارهای شما، دسته‌هایی که زبان بدنی که داشتید و اتفاقات خاصی. حتی یکی دو تا فکر کنم کادر فنی شما اخراج شد، کارت گرفت. کارت گرفتن دیگه ها؟ اونام گرفتن. خب بگم که چرا مثلا دنبال تحریک بودی، دنبال عصبی کردن مرد حسابی
من الان دارم تعریف و تمجید میکنم و تماشاگرها حین بازی هم تماشاگرها رو تشویق کردم، برگشتم رو به نیت خودمون گفتم واقعا آدم لذت میبره همچین فرهنگ نه درسته لذت شاید اشتباه است که باید کردید. فکر میکنم که خب این تحریک کردن دست پا دراز کردن و نمیدونم وسط زمین اومدن و خیلی چیزای دیگه کجا رو میگی؟ من متوجه نیستم. خب خودم تیممو کوچ میکردم، خب من سبک مربیگری اکتیوه، لب خط بچه‌هامو تهییج میکنم که فوتبال بهتری انجام بدن و تمریناتی که کردیم به خوبی، ولی بگی بی احترامی اینا نه خدایا همچین چیزی ما اصلا سوال آخر نه مثلا این بازیکنتون که ضربه آسیب شدیدی دید با آمبولانس هم منتقل شد بیمارستان، از وضعیتش خبری داری؟ والا من به احترام شما مستقیم اومدم اینجا، فقط میدونم بچهای پزشک و سرپرستمون بالا سرش کنه، ان شاءالله که نه اتفاق خاصی نیست و ان شاءالله که مشکلی نباشه. من اینجا به جایی که بیام گله کنم بگم حال هتل بهمون ندادن کارایی کردن، ولی تعریف تمجید میکنم. شما سوال کاملا زیرک هستی، استنباطت کاملا اشتباهه. من اصلا لذت بردم از این تماشا. نه لذت که همه میبرن. یعنی برخورد آخر دو سه تا از اعضای کادر فنی شما با خبرنگار من داخل بودم. با کی بود اصلا؟ با خود من حمله کردن، دوربین من انداختن، گفتم فیلم نگیر. حالا نمیدونم چه اگه کاری کردن اشتباه کردن. آره اگه خبرنگار مجاز کم فیلم میگیره هم به مخاطبش اطلاع رسانی کنه. اصلا من یکم الان 3 هفته سری پخش میشه، این هفته چهارمه. به نظرتون روند این برنامه کمک میکنه به در واقع لیگ یک و حتی لیگ برتر؟ ببین فوتبال یک جلوه‌گاه و یه تریبونیه که بازیکن‌های مستعدی که در سطح لیگ یک کشورمون و استان‌های با توجه به پراکندگی استان‌هایی که در لیگ یک وجود داره، یه تریبونیه که مردم و مخاطبین و عاشقانش، من به جرئت به شما میگم 3-4 تا تیم لیگ برتری رو جدا کنیم، لیگ یک شاید پر مخاطب تر باشه و انشالله که خود آقای خسروی، خود عواملشون، مجریشون و نمیدونم کسایی که دستن دار کاری هستن، من یه صحبتی باشون کردم، گفتم تو خدا فقط به لیگ یک بپردازید. این که مثلا این برنامه تخصصی لیگ یک میتونه خیلی کمک کنه هم به پیشرفت فنی کیفی فوتبالیست‌ها، هم روی بحث داوری، هم روی بحث سلامت فوتبال میتونه خیلی کمک کنه. انشالله که تایمش رو بیشتر کنن و به نظر من 12 ظهر پنجشنبه که اکثر تیم‌ها درگیرن تایم مناسبی نیست. از خود مدیریت محترم صدا سیما، نمیدونم شبکه، من فامیلشون رو فراموش کردم، میدونستم فامیلشون رو، انشالله تایم غروب در نظر بگیرن که این مثلا برنامه پر مخاطبیه به نفع خود صدا سیما و خود شبکه ورزشه که مردم تو تایم بهتر مخاطب بیشتری رو جلب کنه و انشالله که اتفاق بیفته. اما برنامه‌ای که میتونه خیلی کمک کنه به فوتبال لیگ یک کشورمون. ممنون از شما. خسته نباشید. نه خدا اشتباه نباید کرد.